سلام، چطورید؟ یه چند وقت میشه که شیائومی سریع‌ترین شارژرهاشو معرفی کرده. بریم ببینیم چقدر این شارژر سریعن. تست روی میازای پرو انجام میشه با یه شارژر 200 واتی. توی 44 ثانیه 10% شارژ شد. و در عرض 3 دقیقه 50% شارژ کرده گوشیو. در عرض 8 دقیقه گوشی کاملا شارژ شد. تست دوم روی شارژر وایرلسشه که 120 واتیه. توی 1 دقیقه 10% شارژ شده. خیلی سریعه. شارژرهای وایرلس یا همون بیسیم خیلی طول میکشه تا شارژ کنن. در عرض 7 دقیقه 50% پر کرده. توی 15 دقیقه هم 100% شارژ شد. با این شارژرهایی که شیائومی معرفی کرده دیگه فکر نکنم کسی با مشکل شارژ مواجه بشه، چون به زودی شیائومی از اینا روی گوشی‌های پرچم‌دارش و بعد روی میان‌رداش استفاده میکنه.